رامکلی ردیف استاد عبدالله دوامی. در مورد رامکلی توضیحاتی داده شد قبلا. واژه هندی هست، معمولا بر وزن مضارع، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون شکل میگیره. در برخی از ردیف هم بر وزن مجتز هست، مفاعل و فعلات و مفاعل و فعلون، همون حالت کرشمه که طبیعتا اونهایی که این وزن رو داره بیشتر باید کرشمه در نظرشون گرفت. در ردیف استاد عبدالله دوامی میبینیم که هیچ کدوم از این وزنها رعایت نشده و تنها گردش ملودی مهمه. بنده هم اعتقاد دارم که رامکلی جزو گوشه هایی هست که حالت آوازگونه ریتمیکی داره، نه حالت ریتمیکی که بشه باهاش پا زد، ولی انگار وزن داره، ولی وزنش آنچنان مهم نیست که چی باشه. مهم اینه که گردش ملودی و حرکت معمولاً از دو به سمت سول یا از سول به سمت دو و بعد برگشت به سمت سول و همچنین از ره به سمت سول یا از سول به سمت ره و بعد حرکت به سول خواهد بود که این گردش ملودی تقریباً در درآمد هم یکی هست. بنابراین رامکلی رو ما نمیتونیم شاه گوشه در نظر بگیریم. یک گوشه‌ای هست طفیلی که از لحاظ حسی ممکنه با درآمد کمی متفاوت باشه. دنگ‌های به کار رفته در این گوشه: ره می کرون فا سول دنگ شور، سول لا کرون سی بمول دو دنگ شور و دو ره می بمول فا دنگ دشتی هست. مایه نما سی بمول می بمول لا کرون. کوک گیتار دو سول دو، سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. سول دو لا سی سولا سول دو سی لا سی دور دو سی سی لا سی 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 لا سو سولا لا سی دو سی دو سی لا سی سولا سی سی لا سو فا سول سول re do re do re do re dos do re do si re re do do si si do 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 si si la la si si las la so la si do do la so la si la so fa sol la si dor do si dor dor si dor dor si dor do si la si la si la si la si dos do do si la so la si do rem do si si dor do si dor do si dor do si la sol la si do do si la sol la si si do do si do re do si la si do do si la sol do do si do do si la sol si la sol la si si do la si sol la si si la sol fa sol. شعر از حافظ هست بر وزن مفاعل و فعلاتون مفاعل و فعلون که تقریبا همون کرشمه به حساب میاد، اما در اینجا با اینکه سعی شده از حالت کرشمه استفاده بشه ولی در آخر تغییرات در این فرم صورت گرفته. سول دو لا سی سولا سول مفاعلون، بقیه دیگه ریتمشون تغییر کرده، انگار شده مفاعیلون دوباره مفاعلتون. در مصرع‌های بعدی هم این تغییرات بیشتر ایجاد شده. پس حرکت از سول به دو شکل میگیره: سول دو لا سی سولا سول دو سی لا سی دو. اینجا لا به سی یک میاد جلو، دور اشاره به ره داریم. بعد تحریر نشیب رو به این شکل: دور دو سیت سیت لا لا سی، یا با تریل
و سید سید لاس لاس سول سول. هم تحریر نشیب یک پله عقب‌تر میاد رو لا میشینه. جمله بعدی از لا به سی هست. لا سی دو سی دو سی لا. دوم میاد رو لا. انگشت اول میاد رو لا. لا سی چند ریز داریم. سولا یک یک میاد پایین. سی سی لا سول فا سول سول. راست چپ راست چپ راست راست راست. این تحریر عدل هست. سی سی لا سول. فارم کسی به ضرب میریم. سول سول. از ره گیم ره دوس ره دوس ره دوس ره دوس دو ره دوس سید رم 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 دور دور سی سی دور. همون تحریر نشیبه، حالت اجرایش کمی فرق کرده. بعدی مثل قبل یه راست از دو میاد به سمت عقب. دو دو سی سی لا لا سید. همینا اشاره دارم با انگشت سوم به جلو. بعد تحریر عدل رو داریم. سی لاس لاس لا. سوم میاد رو سی. راست چپ راست چپ راست. لا سی یک یک از لا به سی میم پایین. دو دور دو سلا. سلاسی زرد میریم. سلاس سلاس. دوباره تحریر عدل رو داریم. سی سی لا سول فا سول سول. راست چپ راست چپ راست راست راست. لا به سی یک یک میریم پایین. لا سی دور دو سی دور دو سی. اینا رو بهش میگیم تحریر رامکلی یا تحریر نایب اسدالله. هر دو یکی هستن. لا سی دور دور سی دور دور سی دور دور سی دور دو سی لا سید سی لا سید سی لا. انگشت اول میاد رو سی. سی دوس دور دو سی لا سولا. سولاسی بزرد که این یکی آخری تحریر ابوعطا بود. حالا دوباره تحریر رامکلی یه پله بالاتر. سی دو رم ره دو. از سی به دو یک یک رفتیم جلو. رم ره دو رم ره دو رم ره دو سی. از سی همین تحریر. سی دور دو سی دور دو سی دور دو سی لا سولا. راست چپ راست چپ راست. تحریر عدل که حالت نشیب داره. لا سول لا سی سی لا سی دور دو سی لا سولا. مثل گذشته تحریر ابوعطا رو داریم. گوشای قبلی هم این حالت رو داشتیم. راست چپ راست راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست راست. لا سول لا سی سی لا سی دور دو سی دور رم رم دو سی لا سی. راست چپ راست راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست ریز. لا سی دور دو سی لا سولا. دوم میریم رو لا کرون. راست 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 چپ راست چپ راست راست. همین تحریر ابوعطا بودن. حالا از دو میگیم دو سی سید دو دو سی لا سولا. باز ابوعطا. راست چپ راست چپ راست ریز. جمله پایانی سی لا. از سول سی زرد میگیم سولا لا سی سی. راست راست چپ راست چپ. اشاره هم دارن همه. لا سی سولا. انگشت اول میره رو لا. لا سی سی لا سول فا سول سول. با تحریر ابوعطا. این تحریر فراز و نشیب بود. سول لا سی سی دو لا سی سولا. به حسن خلق توان کرد صید